این نومش ذهن کشوده شدنش وابسته به شوق و ذوق انسان برای آموزش و برای فهمش و بعد از این طلب دعا، طلب کمک از الله، طلب کردن ذهن از الله و دور شدن از نظر کردن به نامحرمان. نامحرم ها ذهن آدم کل میکنه. خیلی که امام شافعی میگن به استادشون که ذهن من کند است چیکار بکنه؟ گفتن گناه ترک. بالعموم گناهی خواه بزرگ باشد خواه کوچک، همه نمود گناه انسان باید حرکت کند، ترک کند، ذهن انسان قوی میشه. خیلی که امام شافعی گفتن شکوت الى وکیع عن سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي فإن العلم نور من الله ونور الله لا يعطى لعاصي. شکایت کردم به استادم وکیع که ذهنم کن شد، چیکار کنم ای استاد؟ گفتن که ارشاد دادن، راهنمود کردن، تعلیم دادن که گناه ترک، زیرا که علم این نور از جانب الله به بنده هست و نور الله به بنده گناهکار داده نمی شود و گناه نمودهای گوناگون دارد. ما وقتی که کلمه گناه هم میگوییم بسیاری مردم فکر میکنن که گناه هر تمام یک دو سه نمود گناه فقط به تصوراتشون میرسه. بزرگترین گناه شرک است و کفر است. انسان موحد این گناه ها را ندارد، شرک اکبر کفر اکبر ندارد، اما گناه های ظاهر است، گناه های باطنی هست، گناه های ذهنی است که به همون باطنیه که گفتیم، یعنی نقشه های بد، حسد، بخل، عداوت و بدبینی، سبحان الله، و دیگر گناه های باز ظاهری از کبائر، غیبت، تهمت، فحش، زنا، از کبائر، حرام خوردن و ربا و غیره. در بسیاری انسان ها از مسلمان ها این گناه ها البته خیلی گفتیم شرک اکبر، کفر اکبر، زنا، شراب، دزدی، حرامخوری، ربا در بسیاری موحد ها دیده نمیشه. اما گناه حسد، بخل، بدبینی، این یک گناه های وزنین، گناه های کبیره است و گناه های خیلی هم خطرناک است و این چیز غیبت که در بسیاری انسان ها دیده شده نشون. برای پیامبر صلی الله علیه و خیلی تنبیه داد، اتقوا الشح، گفتن از بخیلگی ترسید، زیرا که فانما اهلك الذين من قبلكم بالشح، پیش از شما امتهای گذشته هلاک یافتند به سبب بخل، شح یعنی حسد و بخل و الله المستعان. برای همین از تمام نمود گناه ها انسان باید دور شد.